سلام. صبح خیر. صدا من دارید؟ ظاهرا سیستم خیلی کنده. برای این مراسم دارن استفاده میکنن. خب آموزش اما خواسته بود کلاس رو نیم ساعت دیرتر شروع کنیم. حالا نمیدونم باقی بتونن وایسن تا 12 یا نه. آخرین قضیه‌ای که ثابت کردیم این بود که هر زیرفضای فشرده از یک فضای هاستورف بسته است. ناخواسته توی اثبات این قضیه اثباتش اینطوری بود که یه نقطه انتخاب میکردیم با یه مجموعه بسته برمی داشتیم مثل وای توی یک فضای هاستورف. میخواستیم نشون بدیم که 21 نفر شدیم. بذارید از اول بگم آخرین قضیه که گفتیم این بود که هر زیرفضای فشرده از یک فضای هاستورف بسته است. اثباتش به طور کلی اینطوری بود که فرض کنید ایگرگ یه زیرفضای فشرده از یک فضای هاستورف باشه، یه نقطه بیرونش مثل ایکس اف برمی داشتیم. حالا به ازای هر نقطه دیگه مثل وای توی اون زیرفضایه یه مجموعه بازه مثلا یو شامل ایکس اف و یه باز شامل مثل وی شامل وای وجود داشت. حالا چون ایگرگ فشرده بود یه تعداد متناهی از این ایگرگ ها کافی بود برای پوشوندن ایگرگ بزرگ. درسته؟ اون تعداد رو انتخاب میکنیم، متناظرش اون یو ها رو اشتراک میگیره. اشتراک یه تعداد متناهی مجموعه بازه. اون اشتراکه با هیچ کدوم از اینا دیگه برخورد نداره. درسته؟ پس بنابراین ما یه باز شامل ایکس اف که کلا توی متمم قرار میگیره پیدا کردیم. معنیش اینه که متمم ایگرگ بازه، در نتیجه ایگرگ بسته است. اینجا ناخواسته اینم ثابت کردیم که به ازای هر نقطه خارج این مجموعه فشرده یه همسایگی شامل نقطه و یه همسایگی شامل زیرفضا و مجزا وجود داره. یعنی این رم ما ثابت کردیم. اگر وای زیرفضای فشرده از یک فضای هاستورف مثل ایکس و ایکس اف هم غیر واقع در ایگرگ باشه، مجموعه های مجزای باز یو و وی شامل ایکس اف و ایگرگ وجود داره. یعنی تو فضای هاستورف میدونید معمولا نقاط رو میشه از هم جدا کرد. این یه چیز بیشتریه. یه نقطه و یه مجموعه فشرده رو هم میشه جدا کرد. خب ببینید
جلوتر در واقع به عنوان نتیجه ای از قضیه 26.2 به دست اومد که بازه بسته آب و ب فشرده است. درست؟ خود آرم که هاستورف دیگه، درسته؟ خود آرم هاستورف. پس این بازه‌ای که از یه طرف بازه یا از دو طرف بازه، این دیگه نمیتونه فشرده باشه. چرا؟ چون بسته نیست. بنا به قضیه قبلی باید هر زیر مجموعه فشرده از یک فضای هاستور بسته باشه. درسته؟ اینا نیست. شرط هاستور بودن تو این قضیه یک شرط لازمه. برای اینکه بگیم چرا، بیاید توپولوژی متمم متناهی رو روی خط حقیقی در نظر بگیرید. درست؟ تنها زیر مجموعه های سره وای که توی این فضا بستن چی هن؟ متناهی هن. میدونید این توپولوژی قبلا داشتیم، اوایل درس بود. یه مجموعه توی این توپولوژی بازه اگر متممش متناهی باشه. درسته؟ متممش متناهی باشه. پس برای این مجموعه های بسته که باید متممشون باز باشه بسته در میاد. متناهی در میاد. پس برای این توی توپولوژی متمم متناهی زیر مجموعه های بسته متناهیه. درسته؟ حالا توپولوژی متمم متناهی هاستورف هم هست. چرا؟ چون یا نیست زده متمم متناهی هاستورف نیست، حداقل روی آر. چرا؟ چون مجموعه های باز، دو تا مجموعه باز انتخاب کنید، اینا کل فضا به جز یه تعداد متناهی نقطه. پس بنابراین حتما متقاطعن. هر دو تا باز غیر بدیهی توی توپولوژی متمم متناهی روی آر حتما برخورد داره. پس بنابراین این فضا نمیتونه هاستورف باشه. حالا اگر شما یه زیر مجموعی از این آر با توپولوژی متمم متناهی در نظر بگیرید، یه پوشش باز دلخواه از اون رو انتخاب کنید. درسته؟ یه پوشش بازش رو انتخاب کنید، یکی از اون بازها رو انتخاب کنید. این بازه کل فضا رو داره به جز یه تعداد متناهی، مثلا 5 تا نقطه نداره. برای هر کدوم از اون 5 تا حد اکثر یه نقطه، یک عضو از پوشش لازمه که اون نقطه‌ای که ما میگیم بپوشونه. پس بنابراین
یه دونه اول انتخاب کردیم، 5 تا هم حالا، کلا 6 تا باز برای پوشوندن کل فضا کافیه، چه برسه به اون زیر مجموعه که شما انتخاب کردید. میخوام اینو عرض کنم توی فضای با توپولوژی فضای آر با توپولوژی متمم متناهی هر زیر مجموعه‌ای فشرده است. درسته؟ در این زیر مجموعه فشرده میتونن بسته هم نباشن. درسته؟ پس اینطور نیست که توی یه فضای دلخواه هر زیر فضای فشرده‌ای بسته باشه. آسترف بودن اینجا یه شرط لازم. پس من در واقع توی این مثال دو چیز رو ثابت کردم. اول اینکه همه زیر مجموعه های بسته توی توپولوژی متمم متناهی روی آر مجموعه های متناهی هستند. دوم اینکه هر زیر مجموعه فشرده است. قضیه نگاره یک فضای توپولوژی فشرده تحت یک نگاشت پیوسته خودش فشرده است. نگاره یا تصویر یک فضای فشرده همیشه فشرده است. فرض کنید F پیوسته باشه، X فشرده باشه. فرض کنید A یک پوششی برای Fx باشه. هدف من اینه که ثابت کنم Fx هم فشرده است. درسته؟ فرض کنید A یک پوشش باز برای Fx باشه. حالا هر کدوم از اعضای A رو مثل A بردارید، چون F پیوسته است F منهایی که A باز میشه. درسته؟ حالا چون این A تحریریه کل Fx رو میپوشونه، این F منهایی که هم کل X رو میپوشونه. درسته؟ چون تو این کتاب فرض به این که وقتی می‌نویسیم F از X به Y یعنی دامنش کل Xه. پس بنابراین این چیزی که به دست اومده یه پوشش باز برای X. اما شما گفتید X فشرده است. پس بنابراین یه تعداد متناهی از این F منهایی که A ها مثلا اینا برای پوشوندن X کافیه. به این ترتیب خود A1 تا AN برای پوشوندن Fx کافیه. پس ثابت شد که هر پوشش باز برای Fx دارای یک زیر پوشش متناهیه. در نتیجه Fx فشرده است. اثباتش خیلی کوتاه و جالب بود. قضیه اگر F یه نگاشت یک تابع یا نگاشت پیوسته دو سویی باشه، اگر X فشرده و Y حاصل باشه، اون وقت F هومیومورفیسم. دقت بفرمایید. در حالت کلی ما مثال داریم که یه تابع میتونه پیوسته باشه، وارون داشته باشه، اما وارونش پیوسته نباشه. مثل چی؟ تابع همانی از R با توپولوژی استاندارد به R با توپولوژی چی بود؟ حد پایینی. درسته؟ پس بنابراین این یه قضیه داره یه حکم جالب میده. میگه که اگه یه تابعی پیوسته باشه، وارون پذیر باشه و دو تا شرط. یک،
اولیه فشرده باشه، دومیه هاستور. اون وقت وارون که وجودش تضمین شده پیوسته هم هست. حالا چون وارون هم پیوسته است، خودش هم پیوسته بود، پس هومیومورفیسم. برای اینکه شما ثابت کنید یه تابعی پیوسته است، کافی نشون بدید تصویر عکس یه مجموعه بسته است. درسته؟ حالا من میخوام ثابت کنم اف منهای یک پیوسته است. پس باید ثابت کنم اف منهای یک یه مجموعه بسته چیه؟ بسته است. یعنی اف یه مجموعه بسته است. درسته؟ اف منهای یک آ میشه همون اف آ دیگه. پس من باید ثابت کنم به ازای هر آی بسته توی x اف آ هم چیه؟ بسته است. خب اثباتش راحته. چرا؟ چون آ بسته است توی یک فضای هاستور، پس فشرده است. بنا به قضیه 26 تو. درسته؟ یه مجموعه بسته توی یک فضای هاستور فشرده. حالا الان ثابت کردیم که تصویر یک مجموعه فشرده است. درسته؟ پس اف آ فشرده است. حالا اف آ توی یه فضای وای که هاستورفه فشرده است، پس بسته است. درسته؟ ثابت کردیم. ببینید یه بار دیگه بگم. چون آ بسته است توی x که x هم خودش فشرده است، بنا به قضیه 26 2 پس آ فشرده است. اف هم پیوسته است، پس اف آ فشرده است. کجا؟ تو فضای هاستورف ایگرگ، پس بسته است. پس تصویر یه مجموعه بسته شد، یعنی که اف منهای یک پیوسته است. خلاصه اگه یه تابع پیوسته از یک فضای فشرده به یک فضای هاستور وارون پذیر باشه، وارونش حتما پیوسته است. این یکی از جالب‌ترین قضیه‌های توپولوژی. قضیه 26.7 حاصل ضرب تعداد متناهی فضای فشرده است. معلومه این قضیه چنانچه برای دو تا ثابت شه به استقرا برای هر تعداد متناهی هم ثابت شده. برای این کافیه من اینو ثابت کنم که اگر دو تا فضا فشرده باشن، حاصل ضربشون هم فشرده است. درسته؟ توی چند مرحله انجام میدیم. مرحله اول فرض کنید x و y دو تا فضا فشرده باشن، دو تا فضا باشن که فقط دومیه فشرده است. فرض کنید x0 یه نقطه ای از x باشه اولی و n هم یه مجموعه باز توی x ضرب در y شامل برش x0 ضرب در y باشه. درست شد؟ ادعامون اینه یه همسایگی مثل w از x0 وجود داره
که کل W ضرب در Y که ما بهش میگیم تیوب میفته تو N. این شکل توضیح میده چی میخوایم بگیم. ببینید فرض بفرمایید این Y باشه، عمودیه، افقیه X باشه. میگیم به ازای هر بازی مثل این N شامل این نوار مشکی عموده، یعنی x0 ضرب در y به ازای هر n شامل x0 ضرب در y یه w هست باز توی x، طوری که کل این تیوبه که هاشو خورده میفته تو n. یعنی میخواد بگه خلاصه همسایگی های توی این حاصل ضربه نمیتونن خیلی ظریف بشن، از یه حدی جمع‌تر نمیتونن بشن. حالا اثباتش خود تکنیکیه. چی شد؟ اگر x و y دو تا فضا باشن که y فشرده است و x0 هم یه نقطه ای از x باشه و n یه مجموعه باز شامل x0 ضرب در y باشه، اون وقت یه مجموعه بازی مثل w شامل x0 هست که w ضرب در y کلن چیه؟ تو n. ما به این w ضرب در y میگیم تیوب شامل برش x0 ضرب در y. اثباتش خب شما بیاید این x0 ضرب در y رو توسط عناصر پایه توپولوژی حاصل ضربی یعنی u ضرب در v ها پوشش بدید، چون n بازه در واقع هر نقطه از این x0 ضرب در y توی یه مجموعه باز این ریختیه. درسته؟ پس میشه فرض کرد که این n اجتماعی از این u ضرب در v هست. خلاصه ما میتونیم یه پوشش باز برای n به شکل عناصر پایه شامل x0 ضرب در y پیدا کنیم. از اونجایی که شما گفتید y فشرده است، یه تعداد متناهی از این u ضرب در v ها برای پوشاندن کل x0 ضرب در y کافیه. درسته؟ مثلا u1 ضرب در v1 تا un ضرب در v. درسته؟ که این ui ها توی x بازن، vi ها توی y بازن. درسته؟ حالا اون w که شما دنبالش میگردید دقیقا اشتراک u1 تا un. چرا؟ چون تمام اینا شامل x0 هن، پس w هم شامل x0 هست. درسته؟ باز هم هست. حالا چون این n اجتماع ایناست، درسته؟ و این هم توی w ضرب در e w ضرب در y هم توی در واقع اجتماع اینا قرار میگیره و شامل مشمول در n هم هست. درسته؟ چون تک تک اینا زیر مجموعه n هم w ضرب در y هم مشمول n میشه. پس شامل x0 ضرب در y و مشمول در n. دقیقا همون تیوبی که میخوایم ساخته شد. درسته؟ خب مرحله دوم اثبات
قضیه است. این دفعه فرض کنید x هم فشرده باشه، هم x هم y فشرده باشه. فرض کنید a یه پوشش بازی برای x ضرب در y باشه. حالا بیاد یه نقطه دلخواه و یک برش در نظر بگیرید. چون این فشرده است، برای این x ضرب در y یه تعداد متناهی از عناصر A، مثلا A1 تا AM، کافیه که x ضرب در y رو بپوشونه. درسته؟ اجتماع این A1 تا AM اگه اسمش رو N بذاریم، یه مجموعه باز شامل x ضرب در y. درسته؟ بر اساس مرحله 1 این n شامل یک تیوب به شکل W ضرب در y هست که همچنان x ضرب در y رو میپوشونه و y توی x بازه. درسته؟ حالا این W ضرب در y ها که به ازای x صفرهای مختلف انتخاب شدن، درسته؟ به توسط عناصر A1 تا AM هم چی هست؟ پوشونده میشه. درسته؟ W اونا رو انتخاب کنید. به ازای هر x یه W هست دیگه، اسمش رو بذارید WX. الان این WX ها یه پوشش باز برای کل x تشکیل میده. چرا؟ چون x از اول دلخواه بود دیگه. برای هر x یه WX این WX ها تشکیل پایه میدن، تشکیل پوشش میدن. اما شما گفتید که x فشرده است، پس یه تعداد متناهی از این W مثلا W1 تا WK برای پوشوندن x کافیه. درسته؟ الان این تیوبای W1 ضرب در y تا WK ضرب در y یه تعداد متناهی تیوبند که کل x ضرب در y رو میپوشونه. یه بار دیگه اثبات دوره کنید، میبینید که هر کدوم از این تیوبا به تعداد متناهی از عناصر A پوشونده میشن. از طرفی تعداد تیوبا هم برای پوشوندن کل x ضرب در y متناهیه. اجتماع متناهی از مجموع متناهی دیگه. یه تعداد متناهی تیوب، هر تیوب هم یه تعداد متناهی عناصر A. از کلا یه تعداد متناهی از عناصر A برای پوشوندن x ضرب در y کفایت میکنه. این یعنی اثبات فشرده بودن x ضرب در y. و حالا بنا به استقرا هر تعداد متناهی از مجموع فشرده است. پس بنابراین این قضیه
بازم چی میگن، یکی از شاهکارهای کتاب آقای مانکروز این اثباته. حاصل ضرب هر تعداد متناهی از فضاهای فشرده است. سوالی هست تا اینجا؟ از دید ریاضی این در هفته‌ای که شما وقت گذاشتید ارزش فهمیدن همین قضیه رو داره. اینقدر این جالبه اثباتش. این به دلیل کاربرد بعدی مرحله یک این قضیه رو در قالب لم 26.8 به نام لم تیوب آقای مانکرز هایلایت کرده که اگر x ضرب در y داشته باشیم و y فشرده باشه، هر برشش داره هر باز شامل برش داره یک تیوب شامل برش هست. اینجا میخوام بگیم که این لم تیوب اگر وای فشرده نباشه در حالت کلی غلطه. یعنی شرط فشردگی تو صورت این قضیه یک شرط لازمه. برای اثبات کافیه، درسته؟ لازم هم هست. ببینیم چرا. یه مثال میزنیم. فرض کنید تو R2 درسته، اینو در نظر بگیرید، همه زوجای x و y که قدر مطلق x از 1 به روی y2 به علاوه 1 کوچکتر. شما اگر x رو مساوی با 1 به روی y2 به علاوه 1 رسم کنید، این منحنیه میشه، منحنی زنگوله‌ای بهش میگن. منهاش هم میشه قرینش. این منطقه بین این دوتاست. مشخصه که این یه مجموع باز شامل محور y هاست. محور y ها خودش یه برشه 0 ضرب در y. تصدیق میکنید که شما هیچ اپسیلون همسایگی از این محوره نمیتونید پیدا کنید کلا تو n بیفته. چرا؟ چون این 1 به روی y2 به علاوه 1 از هر اپسیلونی کوچکتر میشه. یعنی فاصله محور y ها و این نهایت n از هر اپسیلونی کوچکتر میشه. پس بنابراین لم تیوب اینجا کار نمیکنه. دلیلش هم اینه که محور y ها فشرده نیست. درسته؟ پس فشرده بودن یه شرط لازم برای اثبات لم تیوب لما. سوال اینه که آیا حاصل ضرب تعداد نامتناهی از فضاهای هاستور فضاهای فشرده است؟ جواب عملاً مثبته، منتها به شرطی که چی؟ از مطالب جلوتر مطلع باشید. یک قضیه خیلی مهم داریم به نام قضیه تیخانوف. تیخانوف اسم دانشمند روسه که اثباتش خیلی پیچیده است. به همین دلیل آقای مانکروز و دیگران بهش اسم دادن. بر اساس این قضیه حاصل ضرب هر تعداد نامتناهی از فضاهای فشرده است. این خودش در قالب یه فصل
در آینده میاد. جزء برنامه ما نیست ولی برای توپولوژی 2 میشه اونو مطرح کرد. خاطرتون باشه قبلا داشتیم که ثابت کنیم حاصل ضرب تعداد گرف‌ها از فضاهای همبنده، استراتژی اثبات این بود که ثابت می‌کردیم یه تعداد متناهی از فضای همبند حاصل ضربشون همبنده، بعد اثبات رو تعمیم میدادیم. ولی قضیه تیخانوف اینجوری نیست، یعنی از روی تعداد متناهی نتیجه نمیشه که هر تعدادم از فضای فشرده است. برای همین اثباتش چی میگن ابتکاری، اینوویتیو. یه روش جدید و در نوع خودش مشکل برای اثباتش داره. خب تو بعضی کتابا فشردگی جور دیگه‌ای هم تعریف میشه. مثلا یه گردایه از زیر مجموعه‌های X رو ما بهشون میگیم خاصیت مقطع متناهی داره، به این معنی که هر تعداد متناهی از اعضای اونو که برداریم اشتراکشون غیر توهیه. یه بار دیگه بگم، یه خانواده از زیر مجموعه رو میگیم داره خاصیت اشتراک متناهی یا مقطع متناهی اگر هر تعداد متناهی از اون مجموعه ها مثل C1 تا Cn که انتخاب کنیم اشتراکشون غیر توهی باشه. قضیه که داریم اینه که اگر X یه فضای توپولوژی دلخواه باشه، شرط لازم و کافی برای فشردگی X اینه که هر گردایه از X بزرگ توسط مجموعه های بسته و دارای خاصیت مقطع متناهی مثل C مقطع همه اعضاش هم غیر توهی بشه. یه بار دیگه بگم، تعریف فشردگی یادتونه این بود که هر پوشش بازش داره یک زیرپوشش متناهی باشه. الان ما یه تعریف معادل برای فشردگی پیدا کردیم اگه این ثابت چه قضیه، اون اینه که هر خانواده از مجموعه های بسته و دارای خاصیت مقطع متناهی